الف تو در حقیقت میخواهی بروی از خونه‌تون؟ بله من میخواهم بروم. بیبیم فقط جنگ میکند. در خونه برای من جای نمونده‌اند. میخواهی همراه من بروی در خونه ما بیستی؟ نمیدونم اکای آزاد. برای همین میروم. چی گفتی؟ برای همین میروم. دیگرش نمیدونم. دیگری سخن را بگو. اکا مرا اکا نگو. شکران به سری تو مرگت آمده ای ساده از شکران تو میموری شکران یه روز تو میموری توبه بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عزیز شیطان تو را بیند میگریزد شیطان مرا اولادم همین خیر بود برای همین از اینجا برو وگرنه تو را میکشم از دستت خاک نمی آید من برای میران در اینجا هستم پیراد تیار شو می رویم با کجا می رویم بیبی همه بایگاهی ها را به نام من میکنی در نام تو چیزی که هست همش را به نام من میکنی من با یگان جا نمی روم بیبی چه خیلی نمی روی شما عقلتون را خورده اید همه از شما می ترسد برای همین با شما نیست یگان چیز پیراد راست میگوید بیبی بله راست میگوید شما همایتان با من چسبیدید ها وقتی آفتاب میشد من شما را پنهان میکردم این خیل نمیشود ساز گپ زنید این خیل نمیشود تمام شما یتیمیتان را حس نکنید گفته شما را من کلان میکردم و دهنتان لقمه ای نان میمانده بس هست بیبی جان دیگر شما را یگان کس باور نمیکند شیطانیتان را بس کنید حالا همین خیلی ها؟ تو را من خودم میکشم. کاری خوب کردی فیراد. برو عقلش از سرش نیست. خودم نیز میدونم. بیا به نام من بکن همش رو من نگاه میکنم. نه تو نیز به نزد یگان ملا برو تو را نیز بخوانم. من خودم را خواندم. نه نخوانده ای. اگر که میخواندی به شوهر نمیگشتی. به شما معقول شد پس لایک را بمانید با کانال ابونه شوید شادوگلوها انتظار شوید